لایف جدید خوشبو احمدی با سلیم شاهین که هرگز باورتان نمی شود و حرفهای تازه خوشبو احمدی درباره زندگی شخصیش و تعریف و تمجید سلیم شاهین از خوشبو احمدی. خوشبو احمدی در کجاست و سلیم شاهین چرا خواسته با خوشبو احمدی در صفحه تیک تاک لایف بیاید؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. خوشبو احمدی یکی از هنرمندان مشهور و محبوب افغانستان که این روزها در میان تاکران افغانستان هم شهرت و محبوبیت خاص خودش را پیدا کرده است. خوشبو احمدی کارهای هنری خود را با اشتراک در برنامه رقابتی ستاره افغان تلویزیون طلوع آغاز کرد و توانست در این پروسه رقابتی خوب بدرخشد و مقام نوم را از آن خود کند. هرچند خوشبو احمدی در ولایت زیبای کابل سالن آرایشی داشت، ولی نظر به علاقه و شوقی که به هنر موسیقی داشت کارهای هنری خود را هم ادامه میداد. خوشبو احمدی ازدواج کرده بود و ثمره ازدواجش 3 فرزند می باشد، ولی تاکنون بیان نکرده است شوهرش در کجا زندگی می کند، آیا از شوهرش طلاق گرفته است و یا هم خیر. ولی در تازه ترین لایفش با سلیم شاهین که در صفحه تیک تاک انجام داده بود درباره زندگی شخصیش که در پاکستان بوده است معلوماتی داده است و بیان کرده هنر من است و من هیچ مشکلی ندارم تا در محفل خوشی هموطنان افغانم اشتراک کنم. سلیم شاهین برای خوشبو احمدی بیان می کند من با تمام معنا تو را و خانواده‌ات را میشناسم و یکی از هنرمندان موفق و با استعداد افغانستان هستی. این همه در حالی است که خوشبو احمدی اکنون در فرانسه زندگی می کند و سلیم شاهین در ژرمنی، ولی من آرزو موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی چهره‌های نخبه کشور خود آرزو دارم. دوستداران و همراهان همیشگیم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستداران سلیم شاهین و خوشبو احمدی به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. صحت و سلامتی برای شما نازنینان آرزو دارم. تا درود دیگر امتان را به الله منان میسپارم. موفق باشید.